جای خالی بودای 1500 ساله بامیان رو دارید مشاهده میکنید. بودایی به ارتفاع 55 متر به نام سلسال و بودای دیگر شهماما به ارتفاع 38 متر پایینتر از اینجا قرار داشته. در کنار این دو بودا و حتی پشت سرشون غارهای فراوانی رو میبینید که محل زندگی و مراقبه و میتیشن راهبان بودایی بوده. قدمت اینجا برمیگرده به زمان کوشانیان، چون در مسیر راه ابریشم قرار داشت. یکی از مراکز مهم فرهنگی و مذهبی بوداییان بوده. این مجسمه ها فقط به صورت تراشیده شدن از سنگ نبوده، بلکه به صورت لایه لایه بوده، با کاهگل، رنگامیزی و طلاکاری بر روی لباسهای بودا تزیین شده بوده. رنگ لباس بودای بزرگ به رنگ قرمز بوده، بودای کوچکتر به رنگ آبی مزین شده بوده. الان قطعات خورد شده این بودا رو می‌بینید و در حال حاضر